سلام به روی ماه شما رفقای نازنینم. من آزاده شهدلب هستم و خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. بیایید با هم بریم سراغ یه باقالی پلو با گوشت خوش عطر و خوشمزه که دل آدمو میبره. برای شروع سراغ پیازا میریم. 2 پیاز متوسط داریم که خلالی خوردشون میکنیم. بعد 2 حبه سیر رو هم ریز خورد میکنیم. تابه رو میذاریم روی حرارت ملایم. پیازهای خورد شده رو میریزیم توی تابه و 1 قاشق روغن هم بهش اضافه میکنیم. 1 کم که هم زدیم و پیازها از حالت خامی در اومدن، 1 ذره نمک بهش اضافه میکنیم. وقتی پیازها آروم آروم سبک شدن، 1 مقداری زردچوبه هم میریزیم. حالا اجازه میدیم پیازها با زردچوبه کمی دیگه تفت بخورن. تو این مرحله گوشت‌هایی که به اندازه دلخواه خورد کردیم رو میریزیم. 1 تفت کوچولو میدیم تا رنگ گوشت از خامی در بیاد. حدود 1 دقیقه بعد سیر خورد شده رو هم اضافه میکنیم. بعد از اینکه پیاز و گوشت و سیر رو خوب تفت دادیم و رنگ گوشت کاملا عوض شد، 1 تیکه چوب دارچین اضافه میکنیم تا عطر خوبی به خورشتمون بده. در ادامه 2 لیوان آب ولر میریزیم داخل تابه. در تابه رو میذاریم و اجازه میدیم گوشت ها با حرارت ملایم و 1 نواخت کم کم بپزن. بعد از حدود 2 ساعت گوشت ها کامل پخته و حسابی نرم شدن. من تو این مرحله آب گوشت رو جدا می کنم تا بیش از این تبخیر نشه و عصاره خوشمزه‌شو از دست ندیم. وقتی آب گوشت رو کاملا جدا کردیم، حالا وقت خوشگل کاریه. پیاز و گوشت رو دوباره 1 تفت میدیم تا عطرشون بلند بشه. بعد 1 کم فلفل سیاه میریزیم. زعفرون دم کرده رو هم اضافه میکنیم تا رنگ و عطرش تکمیل بشه. دوباره در تابه رو میذاریم و حدود 10 دقیقه با حرارت خیلی کم بهش زمان میدیم تا زعفرون و ادویه ها کاملا به خورده گوشت برن. خب حالا بریم سراغ باقالی پلو. 1 قابلمه آب رو میذاریم تا جوش میاد. بعد باقالی ها رو میریزیم توش تا چند دقیقه غل بخورن. وقتی باقالی هامون اینطوری نرم شدن، آبکششون میکنیم و میذاریم کنار تا بریم سراغ برنج. حالا برنج رو میریزیم توی آب در حال جوش. وقتی کمی نیم پز شد، 1 قاشق شیوید خشک و 1 کوچولو زردچوبه بهش اضافه میکنیم تا برنجمون رنگ و عطر بیشتری بگیره. اگه تا اینجای ویدیو براتون جذاب و مفید بوده، لایک یادتون نره. کانال رو سابسکرایب کنید تا آموزشای خوشمزه بعدی رو از دست ندید. وقتی برنجمون به مرحله آبکشی رسید، باقالی هایی که از قبل پختیم رو میریزیم توش و با هم خوب مخلوط میکنیم و بعد برنج رو آبکش میکنیم. برای آب روغن برنج توی ظرف حدود 1/3 لیوان آب میریزیم تا جوش بیاد. بعد کمی روغن اضافه میکنیم و اگه دوست داشتید 1 تیکه کوچیک کره هم بهش اضافه میکنیم. این ترکیب باعث میشه برنجمون بعد از دم کردن نرم و خوش‌طعم‌تر بشه. حالا میرسیم به مرحله آخر، یعنی دم کردن برنج. اول ته‌دیگ مورد علاقمون رو کف قابلمه میذاریم. بعد چند کفگیر از باقالی پلو رو روش میریزیم. حالا 1 لایه شیوید روش میپاشیم تا عطرش حسابی توی برنج بره. من از شیوید خشک استفاده کردم، ولی اگه شما دوست داشتید میتونید شیوید تازه هم استفاده کنید تا عطرش حتی بیشتر هم بشه. بعد از اینکه لایه لایه برنج و شیوید رو ریختیم، با ته کفگیر چند تا سوراخ روی سطح برنج ایجاد میکنیم. این کار باعث میشه بخار موقع دم کشیدن راحت تر توی برنج پخش بشه.
بعد آب روغنی که آماده کرده بودیم رو روی تمام سطح برنج میریزیم. حالا در قابلمه رو میبندیم و میذاریم برنج با حرارت متوسط حدود نیم ساعت دم بکشه. و اینم از باقالی پلوی خوش عطر و خوشمزه با گوشت نرم و لذیذش. میتونید کمی آب لیموی تازه روی گوشت بریزید تا طعمش حسابی جذاب‌تر بشه. امیدوارم دلتون همیشه شاد، سفره‌هاتون رنگی و لب‌هاتون پر از خنده باشه. نوش جونتون.